سلام، من کیمی اشرفی هستم. اینجا قراره با هم وارد دنیای کتابایی بشیم که با احساسات، ذهن و درونمون سر کار دارن. کتابی که الان داریم میخونیم قوی سیاه از سوزان اندرسونه که اگه تا حالا رهاشدگی رو تجربه کردی یا دوست داری بیشتر با خودت آشنا بشی، این پادکست برای توه. بخش دوم، 12 درس. درس 4. شبی پس از بارش باران اوایل تابستان، دخترک جرأت کرد از کنج همیشگیش در آشپزخانه بیرون بیاید و دنبال بچه‌ها تا حیاط بدود. او آنجا روی چمن خیس ایستاد و برای اولین بار به حشرات درخشان حیاط چشم دوخت. آنها در تاریکی برق می‌زدند. آن طرفتر بچه‌ها را دید که حشرات را می‌گرفتند. دخترک آرزو کرد که کاش می‌تواند یکی از این کرم شبتاب‌ها را در دستش بگیرد و مثل بقیه بچه‌ها رمز و رازش را مطالعه کند. اما دستهایش در دو طرفش آویزان ماند. آن شب هم طبق معمول او را از روی لباس چرک‌های رختشورخانه بلند کردند و روی رخت خوابش گذاشتند. وقتی ملافه را رویش می‌کشیدند گریه کنان گفت: نه. مدیر آنجا با صدای اطمینان بخشی گفت: چیزی نیست. تو باید اینجا بمونی. مدتی امتحان کن و بمون. این بار دخترک سعی نمی‌کند طبق معمول به رختشویخانه برگردد. برعکس در رخت خوابش میماند و به حشرات براق فکر می‌کند و در حیرت است که چرا آنها اینقدر تند می‌میرند. آنها مال این لحظه هستند. دخترک به قوی سیاه فکر می‌کند و چشمهایش را کاملا باز می‌کند تا بتواند خوب ببیند. بعد سایه‌هایی را که روی پنجره‌های بیرون تشکیل شده بررسی می‌کند و گوشش را تیز می‌کند تا بتواند خوب بشنود. بعد با کمال حیرت متوجه زمزمه آدم‌هایی می‌شود که در آشپزخانه طبقه پایین جمع می‌شوند. همچنان که ذهن و حواس دخترک دنبال نشانه‌های زندگی موجود در شب می‌گردد، در رخت خواب خودش خوابش می‌برد. حالا دخترک هر روز صبح در رخت خواب خودش بیدار می‌شود. اما با هر طلوع خورشید احساس ناراحت کننده‌ای در شکمش به وجود می‌آید که نمی‌خواهد از بین برود. دخترک توجه به لحظه حال را تمرین می‌کند تا بتواند بر این وضعیت غلبه کند. او با استفاده از گوش‌ها و چشم‌ها و بینی و پوستش کم کم متوجه خیلی چیزا در اینجا و آنجا می‌شود. مثلا یک روز متوجه می‌شود که یک شبه یک عالم گل در حیاط رویده. دخترک اسم این گل‌ها را دوست دارد. گل میمون. روز دیگر متوجه پرنده آشنایی میشه که انگار از گذشته به سراغش آمده. رنگ پرنده قرمز روشن است و حالا روی شاخه درست بیرون پنجره اتاق او نشسته. پرنده به قدری قرمز و زیباست و ناگهان ظاهر شده که دخترک حیرت میکند و قلبش شروع میکند به زدن. یک شب سر و صدای مهیب رعد و برق بیرون رو گوش میده که تمام عمارت سنگی قدیمی را میلرزاند. او میبیند که بچه‌های دیگر ترسیدند و تعجب کردند و خودش هم هیجان زده شده است. روزی دیگر متوجه فرش سبز با تراوتی از چمن می شود که انگار خودش را دور بنای سنگی قدیمی پیچیده و دخترک تا به حال متوجهش نشده بود. به نظر می رسد که این سبزه های تر و تازه هوا را هم ملایم تر کردند. اما دخترک بین این لحظات منتظر بود. منتظر و نگران. و مدام سعی می‌کرد احساسات بدی را که به او دست می‌داد از خود دور کند. او منتظر روز به خصوصی بود که دوباره به دیدن قوی سیاه می‌رود. و همچنان که انتظار می‌کشید چیزهایی را که یاد گرفته بود تمرین می‌کرد. یعنی یافتن کانون درون خودش، دور کردن احساسات بد و یافتن لحظه حال. دخترک مدتی طولانی برای دیدن قوی سیاه محبوبش منتظر ماند تا اینکه هوای ملایم به گرمای داغ تابستان بدل شد. وقتی سرانجام دخترک او را می‌بیند نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد و گریه کنان می‌گوید: من هیچ کس را ندارم که من را دوست داشته باشه.
قوی سیاه با صدای آرام بخش میگوید آماندا، تو حالا داری با جداییت روبرو میشی و این خوبه. دخترک گریه کنان میگوید اما من این جدایی رو نمیخوام. من میخوام بابا و مامانم پیشم برگردن. اگر بخوای هنوز میتونی اونها رو دوست داشته باشی و بخواهیشون، اما اونها الان اینجا نیستن. تو الان اینجا هستی، تو و من. دخترک از ته دل گریه می کند و در حالی که زن دستان مهربانش رو دورش حلقه کرده می گوید اما من به اونها احتیاج دارم و همیشه احتیاج خواهم داشت. آماندا، احتیاج یه احساسه. در واقع ما برای زنده موندن به هیچ کسی احتیاج نداریم. دنیا پر از آدم‌هاییه که موقع احتیاج میتونیم به سراغشون بریم. به اونها میگن دیگران. دخترک نالان گفت اما من فقط مامان بابامو میخوام. من میخوام اونا بیان و من رو ببرن. کاش این رو میفهمیدی. قوی سیاه به طرف آب برمیگردد و بالهایش را باز میکند و میگوید من هم مدت‌ها آرزوی بازگشت کسی رو داشتم. من هم یک موجود زخم زننده رو میشناختم. دخترک چشمانش را باز میکند و میبیند قوی زیبا گردن بلندش را خم کرده است. دخترک التماس کنان میگوید تعریف کن. قوی سیاه با ظرافت تمام به طرف لبه آب می آید و در حالی که سرش را خم کرده به دخترک نزدیک می شود و می گوید من هم مثل تو فکر می کردم بدون اون نمیتونم زندگی کنم. بعد با صدای ملایمی ادامه داد من میخواستم اون برگرده و همون زخمی رو که به من زده بود خوب کنه و تسلیم بده. اما اون نمیتونست کسی باشه که تسلیم میده. فرد زخم زننده هرگز نمیتونه این کار رو بکنه. فقط پیدا کردن لحظه حال میتونه این کار رو بکنه. دخترک میپرسد کی به تو زخم زد؟ آماندا. قوها جفتشون رو برای همه عمر انتخاب میکنن. حالا تو میبینی که من تنها هستم. اما من از اون زخم جان سالم به در بردم و زنده موندم. پس تو هم باید زنده بمونی. دخترک التماس کنان در حالی که به شانه گرم زن تکیه داده بود میگفت بیشتر از او بگو. اون قوی ماده مثل همه زخم زننده ها فقط با زخم زدن قوی می شد. اون کاری کرد که من احساس بی اهمیت بودن کنم و درد بکشم. تنها کاری که من میتونستم بکنم این بود که از قدرت اون برای انجام دادن چنین کار دشواری حیرت کنم. من موجود درمانده و بیچاره‌ای شده بودم، در حالی که اون مدام قوی‌تر و با ارزش‌تر و زیباتر میشد. چون من رو نابود میکرد. من فقط میتونستم زخم زننده خودم رو بپرستم. اما دردی که این وضعیت ایجاد کرد کمکم کرد تا اراده‌ام رو قوی کنم و بخواهم زنده بمانم و جداگانه به زندگیم ادامه دهم. دخترک میپرسد چطور موفق شدی این کار رو بکنی؟ قوی سیاه میگوید من برای زنده موندن یاد گرفتم دم حیات رو به وضعیت جداییم بدمم. بعد میگوید تو هم همین کار رو باید بکنی. دخترک آهی میکشد و میگوید اما من همیشه مامان و بابام رو دوست داشتم و دوست خواهم داشت. نیازی نیست اونها رو دوست نداشته باشی یا با اونها نامهربون باشی تا تسلای خاطر پیدا کنی. فقط باید یاد بگیری که جداییت رو بپذیری. نمیتونم، خیلی سخته. آماندا، تو مدتیه که این کار رو شروع کرده ای. حالا بهت نشون میدم که چطور آسون ترش کنی. فقط کافیه از قوه تخیلت استفاده کنی. حاضری؟ دخترک خودش رو در آغوش زن جمع می کند و به قوی سیاه که گردن بلندش رو در آب فرو کرده نگاه می کند. قوی سیاه می گوید
چشمهات رو ببند و مکان امن درونت رو مجسم کن. دخترک که همین کار را می کند وزش نسیم خنکی را روی صورتش حس می کند. قوی سیاه می گوید مجسم کن که پدرت در ساحل مقابله، اما روش رو برگردونده. دخترک در دلش فریاد می زند و می گوید بابا، وانمود کن که تا اونجا که می تونی از زخم زننده دور می شی. برو و دور شو. دور شو، انقدر فاصله بگیر که دیگه نتونی اون رو ببینی. بعد ببین که کنار ساحل میون سبزه ها تنها هستی. مجسم کن که درونت احساس امنیت می کنی و کاملا از او جدا هستی. روی جداییت تمرکز کن و با قدم‌های محکم و مطمئن راه برو. از فضای باز ساحل می‌گذری و به دورترین نقطه‌ای که می‌تونی تصورش رو بکنی می‌روی. بعد همچنان به راه رفتن ادامه بده و جایی رو پیدا کن که خورشید با درخشندگی تمام روی ماسه ها میتابه. ببین که از همه آدم‌ها دور هستی. صلح و آرامش تنها بودن کامل رو احساس کن. تنهایی خودت را کاملا احساس کن و وارد تنهاییت شو. بعد قوی سیاه مکسی کرد تا سکوت برقرار شود. دخترک چشمهایش را بست و در خیال خود در ساحل روشن و آفتابی پیش رفت. قوی سیاه پس از مدتی پرسید آماندا، تنها هستی؟ دخترک به نرمی گفت بله. خوبه. حالا از ابزار حواست برای پیدا کردن لحظه حال استفاده کن. گرمای خورشید رو روی خودت احساس کن. مجسم کن که فقط خودت این رو تجربه می‌کنی. چهره دخترک با تجسم گرمای خورشید آرامش یافت. قوی سیاه گفت میتونی مجسم کنی که باد خنکی از ساحل به طرفت میوزه و زیر نور خورشید به تو آرامش میبخشه؟ میتونی درون خودت رو احساس کنی و معده و قلبت رو در حال فعالیت ببینی؟ میتونی قدرت خودت رو احساس کنی و ببینی که چطور حواست رو فقط برای راحتی خودت به کار میگیری؟ دخترک نفس عمیقی میکشد و صورتش رو به طرف بالا میگیرد. آره، صورتت رو بالا بگیر. خودت را رها کن. جداییت را احساس کن. تو داری این رو جشن میگیری. صورتت را به طرف نسیم خنک اطرافت بگیر. وجود خودت رو به کمال باز کن. حالا دیگه به زخم زننده نیاز نداری. دخترک ناله کنان میگوید بابا، اما آرام میماند. زخم زننده خیلی دوره. اون از تو جداست. اون حالا به ساحل روبرو برگشته. تو دیگه مجبور نیستی تسلیم قدرت اون بشی. هر وقت احساس ضعف کردی از قوه تخیلت استفاده کن و به دورترین نقطه‌ای که میتونی برو. تا میتونی دور شو و روی جداییت تمرکز کن. از همه چیز و همه کس دور شو و به جایی برو که بهترین عناصر طبیعت رو بتونی به تمامی حس کنی و مجسم کن که تنها تجربهشون میکنی. بدون که تو خودت به تنهایی کامل و تمام عیاری. بدون که تو خودت به تنهایی کامل و تمام عیاری. بدون که تو خودت به تنهایی کامل و تمام عیاری. دخترک با شنیدن صدای حرکت قو در آب کم کم چشمایش را باز می کند. قوی سیاه در حالی که برمیگردد می گوید آماندا، جدا شو تا بتونی برای دریافت عشقی که تمام اطرافت رو گرفته آماده باشی. هر وقت به من احتیاج داشتی من اینجا هستم. آماندا، جدا شو تا بتونی برای دریافت عشقی که تمام اطرافت رو گرفته آماده باشی.